ماه شعبان از ماه‌هایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در نسائی هست که در این ماه عملها به سوی پروردگار برآورده می شود و من دوست می دارم که عملهای من بالا برآیند در حالی که من روزه‌دار هستم. و حضرت عایشه هم در صحیح بخاری مسلم میگویند من پیامبر را همان گونه‌ای که در شعبان روزه زیاد میگرفتند در دیگر ماه‌ها ندیده بودم و ما رأیته اکثر منه صیاما فی شعبان، یعنی همان گونه‌ای که زیاد در شعبان روزه میگرفت در دیگر ماه‌ها روزه نمیگرفت. حتی در حدیث دیگر میگویند کان یصوم شعبان کله، او تمام شعبان رو روزه می گرفت که بعضی علما میگن از اینکه اینقدر زیاد در شعبان روزه می گرفتن، حضرت عایشه حتی گمان کرده بودن که تمام شعبان پیامبر روزه دار بودن. یعنی در ماه شعبان پیامبر خیلی زیاد روزه می گرفتن و علمای هم هستن که میگوین فضیلت روزه در ماه شعبان بالاتر است از فضیلت ماه‌های حرم. از ماه‌های احترامی خاصش را داشته، مثل ذوالحجه و ذوالقعده و از ماه رجب و از ماه محرم که پیامبر تقریبا تمام این ماه‌ها رو روزه می‌گرفتن، روزها رو روزه می‌گرفتن. و این چنین درباره لیل شب نصف شعبان احادیث خیلی زیاد است، متاسفانه اکثریتش ضعیف است و بعضی از آنها را از جمله حدیثی که در بیهقی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در نصفه ماه شعبان پروردگار از بنده هایش اطلاع می یابد و یعنی نزدیکتر از دیگر وقت می شود و گناه تمام مؤمنان را می بخشد به جز دو گروه، یک گروهی که از مسلمان های به شرک آلوده هستند و دیگر مشاهین که با هم قهری هستند. یعنی تابعین هم بودن که شب 15 شعبان را که در بورش در یوتیوب هم می توانید نواری را پیدا کنید، این شب را با عبادت می گذرانیدند. ولی دعای مخصوص یا 2 رکعتش از 1000 رکعت بهتر، یا یک نماز مخصوص یا شب نشینی های مخصوص از یگان صحابه و تابعین پیامبر آمدگی نیست که در نصفه شعبان خیلی که شب برائت گفته همه می نشینن این گونه یک عنعنه های خاص یا عبادت های خاص داشته باشد. نه، فقط این شب مثل شب های عادی نیست و در این شب پروردگار گناه های مؤمنان را می بخشد تا می توانید در تنهایی خودتان عبادت کنید و با پروردگار راز و نیاز کنید. که این حدیث را مثلا بعضی از علما صحیح کردگی هستند، از جمله ابن حبان و خطا نکنم امام البانی هم حدیث رو حسن کرده و حتی صحیح کردگی هستن. حدیثی که نصف یعنی 15 شعبان گناه های مؤمنان بخشیده می شود، یعنی شب مخصوص